اجازه بدین قبل از شروع ما یه آهنگ زیبا بخونم با توجه به اینکه ماه بهمن هم به تازگی گذشت. آهنگ حماسی خورده خون حماسی تو رگ‌های ما به جوش بیاد، بعد بریم سراغ سایر کارها. آهنگ زیبا و حماسی هست که به یاد همه شما مونده. بشنوید. دلانه در خون خفته شدید دستم جان شسته، قسم به اسم آزادی به لحظه ای که جان دادی، قسم به فریاد آخر به اشک لرزان مادر که راه ما باشد راه تو ای شهید. همه به پیش همه به پیش به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما. مرسی، ممنونم، متشکر. خب حالا انتخاب کنید از محسن چاوشی قطعه شاد بخونم یا از بنیامین چاوشی. جدید اومده. خب امروز روز خیلی تون رشد میکنن خواننده ها، به درجه خوانندگی میرسن سریع. من خودم خواننده نبودم، قبلا راننده بودم، بعد یهو دیدم که خواننده. خب بریم یه دونه آهنگ بخونیم که میگه دنیا دیگه مثل تو. اسکاربید و یا دست کن چرا به هم نشون میدم کم میارم آخه تو رو، چرا به یادم میارم دنیا دیگه مثل تو نداره نمیتونه بیاره دلم بیقرار عشقم اما عشقی که مثل تو بیداره عشقی مثل تو نمیتونه اما من بیقرار شما. به به ماشاءالله، همه با انرژی و اکتیو، خیلی خوبه. یعنی انقریبه که من به مرز دیوونگی برسم، از اونجا به بعد ببینید چه خبر میشه. اصلا میدونید برای چی من اینقدر از دیوونگی میگم؟